اولا هر خواهری که سفر عمره دارید، خوش به حالتان که پروردگار برای شما این عبادتش را نصیب کرده ایستاده است. این عبادتش را، چون عمره عبادت است، نه یک سیر و گشت است، نه یک رفته دور زده آمدن و معرکه گرفتن و حاجی طلبان خوردن است. عمره یک عبادتی هست که پروردگار برایتان نصیب کرده است. یعنی شکرگزار پروردگار یگانه باشید که این عبادت را برایتان نصیب کرد. سپس حتما درباره عمره، که عمره چی هست، چرا باید مسلمان ها عمره کنند، در عمره کدام کارها فرض است، کدام کارها عمره شما را تماما باطل می سازد، و وقتی که به عمره می روید جایهایی که پیامبر در آنجا زیستن و قدم نهادند و پیدایش اسلام که از آنجا هست، یک معلومات بگیرید. یعنی هنوز به عمره نرفته حتما معلومات بگیرید، چون وقتی الله میگوید فاعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، از این آیت دلیل میگیرن که وقتی الله میگه اول بدون که الله یگانه است و جز الله دیگر هیچ خدایی بر حق نیست، سپس برای خودت و مؤمنان طلب استغفار کن. از اینجا میبرد که اول بدون و بعدا عمل کن. یعنی عمره که انجام میدید دربارش باید معلومات داشته باشی. کورانه به عمره نروید حیران در آنجا اینجا کجا بوده است و هرچی راه بلد گوید میکنم گویا نروید. برای آنکه تقوا و خدا ترسی و عملی که شما انجام میدید دربارش اول معلومات داشته باشید، بعدا آن عمل کاملا ان شاء الله به امید الله با ثوابی بسیار به دست شما میرسد. بعد از اینکه شما درباره عمره معلومات گرفتید که هنوز نرفته هم، فقط با امیدی که الله روزی به ما نصیب کند میتوانید دربارهش معلومات گیرید، چون دانستن حج عمره از فریضه های الله هست. دانستن حج عمره مانند دانستن زکات و نماز و طهارت و اینها از فریضه های الله هست که باید بدونیم. این خیلی عیب است برای یک مسلمان که نداند عمره چی هست، حج چی هست، نداند زکات چی هست، که نمیدونم کی مایان همچون مسلمان سر بزنیم، دست بزنیم به کتاب و بگوییم که من درباره اون چیزی که الله به من فرض کرده است دربارش باید معلومات داشته باشم و بدانم، نه اینکه فقط از یک مولای میپرسم، از یک عالمه میپرسم و کفایه است. چیز دیگر درباره نیت هست. عمره هم مانند دیگر عمل ها حتما باید نیت خالصانه داشته باشد. یعنی هر خواهری که، هر مادری که هنوز به عمره نرفته، وقتی من از عمره می آیم الکی من حاجی می شوم، الکی من مانندی فلانی می شوم، یک معرکه می گیرم و من دیگر به حاجی آشی همراه می شوم، می گویید شما نیتتان الکی ویران است، الکی ریا در آن آمیخته است. به خود برگردید، قلب خود را برای نیت صاف خالص کردن مجبورش سازید. چون خواه و ناخواه، خطا نکنم حسن بصری میگویند که سختترین چیز برای من نیتم رو خالص داشتن است، که هرچی نیت رو خالص میکنم باز از این سو و آن سو وسوسه شیطان و نفس و انسانهای شیطانی داخل میشوند. یعنی حتما نیت رو خالص کنید که پروردگارا، من این سفری که به آن پول صرف میکنم، وقت صرف میکنم، این فقط برای خودت هست، برای انجام عبادتی تو هست، برای نماز خواندن در نزد خانه تو هست که از احترام زیاد آن را حتی الله بیت الله خانه خودش میگوید از اینکه خیلی نیاز به آن احترام میگذارد، نه اینکه نیاز دارد، نه اینکه الله به یگان مکان و به یگان خانه نیاز ندارد. پس نیت را حتما با دلتان مستحکم کنید تا ریا به آن داخل نشود و به زبان آوردن نیت شرط نیست. یعنی یگان نیتی مخصوص نیست که به زبانتان بگید من نیت میکنم میروم به عمره، عمره هم چند روزه، این گونه نیت وجود ندارد.